سلام. امروز میخوام براتون یه داستان تعریف کنم. تو گذشته‌های خیلی دور، اون زمان که دیو و پری و در کل افسانه روی زمین حکومت میکرد، شفق قطبی رو زمین گیر میافته و توی سنگی به نام لابرادوریت جا خشک میکنه، شاید قایم میشه و یه جنگجوی سرخپوست آمریکایی با نیزش به جون این سنگ میافته تا بتونه این شفق رو آزاد کنه. شفق آزاد میشه ولی یه تیکه‌ای از این شفق توی یه سنگی جا میمونه. اسم اون سنگ الان لابرادوریت. تو اگه لابرادوریت رو توی دستت بگیری، به هر طرف که بچرخونیش تغییر رنگ میده و رنگ‌های شگفت‌انگیز و قشنگ و بی‌نظیر رو توی این سنگ می‌بینی. خواص درمانی این سنگ چیه یا خواص فیزیکی و معنوی این سنگ چیه؟ اونهایی که تو کار سنگ درمانی هستن جایگاه لابرادوریت رو خیلی بالا می‌بینن و میگن که سنگی که رو همه چاکراها تاثیرگذار هست. کسی که این سنگ رو حمل میکنه انرژی‌های منفی این فرد رو محافظت میکنه و باعث تقویت شادی و انرژی و خلاقیت توی فرد میشه. میگن آنجلینا جولی هم توی کلکسیون جواهراتش لابرادوریت رو داره و همچنین باید ببینین که لابرادوریت به خاطر اون ساختار لایه لایه‌ای که داره، وقتی که نور بهش میتابه نور توش گیر میکنه. وقتی میخواد بازتاب بکنه، این بازتاب بر اساس اینکه تو کدوم جهته و چجوری داره انجام میشه رنگ‌های مختلفی رو ایجاد میکنه. به خاطر همین تو وقتی لابرادوریت رو دستت میگیری و این لابرادوریت رو تکونش میدی، لابرادوریت رنگ‌های مختلفی از خودش ساطع میکنه و تو رنگ‌های مختلفی، حالت رنگین کمانی تو این سنگ میبینی. خیلی قشنگه. من واقعا لابرادوریت رو دوست دارم و جزء سنگ‌های مورد علاقه خودم هست. و نکته دیگه که در مورد لابرادوریت هست اینه که یه پدیده‌ای تو این سنگ هست، چون خیلی سنگ خاصیه، بهش میگن پدیده خیلی سخته، لابرادورسانس. یعنی طوری این سنگ نور رو منعکس میکنه و تلألؤش خاصه که اصلا اسمش رو گذاشتن لابرادورسانس. لابرادور هم نام یه محلی بوده که برای اولین بار مبلغین مذهبی این سنگ رو پیدا کردن و خیلی هم براشون سنگ مقدس و دوست داشتنی بوده. وقتی که میخوان تراشش بدن باید خیلی دقت بکنن. اون فردی که داره لابرادوریت رو تراش میده باید مراقب باشه، چرا که این سنگ لایه لایه‌ایه. تراش این سنگ هم خیلی سخته و کسی که داره این سنگ رو تراش میده باید مهارت زیادی داشته باشه، مخصوصا توی سطح برش. پس زاویه برش هم خیلی مهمه توی برش این سنگ. و اینکه همین. حالا نکته‌ای که در مورد این سنگ میخوام بگم اینه که تجربه من اینه که وقتی میخوام یک سنگی رو حالا به عنوان جواهر یا به عنوان زیورآلات ازش استفاده کنم، قبل از اینکه توجه کنم به اینکه تو کدوم کتاب چی نوشته، فلان استاد چی گفته، من اون سنگ رو به عنوان یک یادآور برای خودم در نظر میگیرم. یعنی اینکه تصمیم میگیرم تو زندگیم که مثلا روزی 2 ساعت برای امتحانم درس بخونم، یا تصمیم میگیرم که تمرکزم رو بالاتر ببرم، یا تصمیم میگیرم که به عزت نفس خودم بیشتر توجه بکنم. این سنگ ها و این زیورآلات رو به عنوان یادآور برای خودم در نظر میگیرم و طوری که وقتی میرم جلو آینه یادم میفته که باید تمرکزم رو بیشتر کنم. یعنی اینها ابزار من میشن به عنوان یک انسان برای اینکه اهداف من رو به من یادآوری کنم و اینطور واقعا نتیجه های شگفت انگیزی توی زندگی میبینم. بچه‌ها میخوام بگم که هیچ چیزی تو این دنیا انقدر رو زندگی ما تسلط نداره
که مثلا که بتونه اراده ما رو از ما بگیره یا روی باور ما سوار بشه. نه اینکه من بشینم خونه بخورم بخوابم مسیر قبلی خودم رو برم و یک سنگ بیاد زندگی منو، رابطه منو، عشق منو، وضعیت مالی منو بهتر بکنه. هرگز. هر کسی هم این حرف رو بهت زد فرار کن. هر کسی بهت گفت این سنگ بیاد تو زندگی فلان اتفاق برات میفته، مشکلاتت حل میشه، دروغ محضه. و ما کم نداشتیم آدمایی که واقعا گول این افراد رو خوردن و پولهای کلونی رو تو این راه از دست دادن. خیلی خب، چیزایی که باید میگفتم رو گفتم. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار.